سلام دکتر صاحب گرامی، امیدوار هستم به خیر و سلامت و آرام باشین. بازم خوش آمدین به یکی از جلسه های مهم علم فارماکولوژی. امروز میخوایم در رابطه با آخذه ها یا ریسپتورهای کولینرژیک نیورون صحبت کنیم که البته آخذه هایی که مربوط به استایلکولین و یا دواهایی که خاصیت استایلکولین تقلید میکنه میشه. امروز میخوایم در رابطه با این آخذه صحبت کنیم که آخذه در کجا موقعیت داره و عملکردش چطور هست و بیشتر نوعیت کاریش با پروتئین جی هست، با ایون کانال هست، انزایمیتیک است، چطور هست، این را میخوایم صحبت کنیم. عزیزان گرامی، کولینرژیک ریسپتور یا آخذه های کولینرژیک که معمولا به نام کولینوسپتورز در بعضی از کتاب ها هم نوشته است. کولینوسپتور که است باز به دو بخش عمده تقسیم میشه، یکی مسکرینیک ریسپتور هست، یکی نیکوتینیک ریسپتور هست. یعنی در عموم ما دو نوع آخذه عمومی برای کولینرژیک داریم، یکی مسکرینیک هست، یکی هم نیکوتینیک میباشه. اول ما شما میریم روی مسکرینیک صحبت میکنیم، بعد از او باز میریم روی نیکوتینیک صحبت میکنیم. عزیزان گرامی، آخذه های مسکرینیک که از نوعیت کاریش چطور هست؟ نوعیت کاری از که از بیشتر با پروتئین جی هست، یعنی میتابوتروپیک هست. ما اینا قبلا هم بحث کردیم که نیکوتینیک آینوتروپیک می باشه. درست است که بیشتر با یک کانال چی هست، یک آخذه است با یک کانال که معمولا با یک لایگند چی هست وابسته می باشه. ولی مسکرینیک که از آخذه ای است که با پروتئین جی وصل است، معمولا ما به نام میتابوتروپیک هم یاد میکنیم. بنابراین مسکرینیک که است البته به نام میتابوتروپیک یاد میشه که امو هدفش از است که با یک پروتئین جی coupled پروتئین ریسپتور چی است وصل است. معمولا کاری از اما هدفی را که اینی مسکرینیک ریسپتور مثلا برسانه توسط اینی جی کپل پروتئین ریسپتور کارش انجام میده. خوب عزیزان گرامی، فکر کنین اینی یک سلول باشه، یک سیل است، یک حجره است در سطح بدن که معمولا با یک آخذه داره در سطح خود. اینی قسم یک آخذه داره، درست است. اینی یک ما کلانتر هم آخذه را بکشم. فکر کنین این یک آخذه داره که معمولا این آخذه در سطح غشا 7 چاین داره و همون قسمتش که به طرف غشا رفته با یک پروتئین جی چی است وصل است. با چی وصل است؟ با یک پروتئین به نام پروتئین جی. وقتی با پروتئین جی وصل است ما به او خاطر را میگیم جی کپل پروتئین ریسپتور. ریسپتوری که با یک پروتئین جی در داخل یک حجره چی کرده؟ اتصال یافته. خب عزیزان گرامی، خودی امی پروتئین جی کی است یا انمی ریسپتوری که در سطح انمی حجره کی است با سه مواد افینیتی داره، تمایل داره. میتونه به مسکرین باشه، میتونه به استایلکولین باشه، میتونه به نیکوتین باشه. حالا بر شما میگم که در کدام از افینیتی زیاد است و در کدام از افینیتی کم داره. ما شما حالی روی افینیتی یا تمایل از صحبت میکنیم. کمی آخذه تمایل بیشتر به کدام ماده، کدام مولکول داره که بیشتر وصل شده و یک عملکردی را انجام میده. دکتر صاحب گرامی، ما یک ماده داریم به نام مسکرین، درست است. مسکرین هست، به او خاطر اینمی آخذه هم نامش مسکرینیک است، به خاطر که بیشترین تمایلش با این مسکرین است که مسکرین خودش در سمارک های زهری پیدا میشه. مسکرین تمایل بیشتر داره، یعنی های افینیتی داره، بیشترین تمایل داره تا اینکه با اینمی آخذه چی شوه وصل بسازه. خدا ببینین با اینمی آخذه چی شوه وصل شوه. بیشترین تمایل داره با آخذه جی وصل شوه و همه عمل کرده انجام بده. ولی ما یک مواد دیگه یا یک نیوروترانسمیتر داریم که از خود کولینرژیک نیورون ها افراز میشه که معمولا استایلکولین هست. استایلکولین که از باز استایلکولین مودریت هست، یعنی مودریت چی داره؟ افینیتی داره. مودریت افینیتی داره، وصل شوه با اینمی آخذه جی متوسط است، درست است.
وصل شدنش. ولی یک ماده دیگه داریم باز ما به نام نیکوتین که معمولا شما میفهمید تنباکو هست، سیگریت هست. معمولا این نیکوتین که از باز نیکوتین که از باز لاو است، یعنی کمترین تمایل داره که وصل شود با این میاخذه، با کمترین تمایل. قسم که شما میفهمیدین مسکرین بیشتر تمایل داشت. مثلا شما بر یک شخص هم مسکرین تطبیق کنین، مثلا هم استایل کلین تطبیق کنین، هم نیکوتین، اولین اما مولکولی که بیشتر به این میاخذه وصل میشه و بیشترین کار میکنه مسکرین است. بعد از او باز استایل کلین است، بعد از او در نقاط آخر باز نیکوتین است. یعنی نیکوتین آخرین تمایل داره که با یاخذه چی شود؟ وصل شود. و معمولا عزیزان گرامی خود مسکرینی که است از 5 سب کلاس تشکیل شده. از چند سب کلاس؟ از 5 سب کلاس. از 5 سب کلاس. البته با 5 سب کلاس تقسیم میشه، تشکیل نشده. با 5 سب کلاس چی میشه؟ تقسیم میشه. اول که است M1 است. M1 یعنی مسکرینی که یک مسکرینیک ریسپتوری 1 و دومش که از باز M2 هست. M2 یعنی مسکرینیک ریسپتوری تایپ 2 و M3 یا M3 هست و به همین قسم M4 هست و M5 است. M5. پس بنام مسکرینیک ریسپتوری ما که از با 5 سب کلاس تقسیم شده، M1 M2 M3 M4 و M5. اینمی 5 دانه مسکرینیک است، 5 دانه مسکرینیک است در کلش در سیستم عصبی موجود است، یعنی در عصب یا در CNS چیکاره اینا موجود است. ولی R5 ازی هنوز دیسکور نشده، کشف نشده عمل کرده ازی. فقط 3 دانه ازی کشف شده که چی عمل کردی را انجام میده که 3 دانه میتونه M1 باشه، M2 باشه و M3 باشه که اینا در قسمت های مختلفی بدن است که بر شما میگویم. ولی M4 و M5 هنوز که است چی نشده؟ کشف نشده، هنوز نامعلوم است عمل کردش. ولی M1 و M2 M3 را ما شما میخوایم. M1 که از دکتر صاحبا در گاستریک پریتال سیل است. در گاستریک پریتال سیل، در پریتال سیل هایی که در سیستم هضمی قرار گرفته در اوجا وجود دارد. و M2 از یکی است، M2 از یکی از بیشتر در قلب است. درست است؟ کاردیاک سیل بیشتر در قلب است، بالخصوص در حجرات های SA نود و AV نود، به خاطر که در عضلات مایوکارد که از بیشتر بازی آخذه نمی باشد. چرا؟ به خاطر از اینکه امی سیستم پاراسیمپاتیک نقش زیادی روی کانترکتیلیتی نداره، ولی با سیمپاتیک فوق العاده داره. به اون خاطر اینا بیشتر روی سیستم هدایتی قلب تاثیرات عمده داره، بالخصوص در کجاست؟ در حجرات های SA نود و AV نود در اینی دو جای بیشتر می باشد. اما گفته شده که امی M2 در بعضی از اسموت مسئله هم است، ولی نوعیتش هنوز مشخص نیست. اما M3 که از باز در اگزوکراین گلاند است، در اگزوکراین گلاند قرار داره. همچنان در اسموت مسئله است، در اسموت مسئله است و همچنان میتونه در بلیدر باشه. در چی باشه؟ در بلیدر هم قرار داره. خوب عزیزان گرامی، ما شما اینجا طبقه بندی و تقسیم بندی مسکرینیک ریسپتور خواندیم. حالا میریم میبینیم که
هرگاه اسیتایل کولین یا یک دوایی که تقلید کنه سیستم عصبی امی کولینرژیک، مثلا کولین و نیمتیک باشد، مقلدش باشد، اگر بیا روی M1 بشینه یا روی M2 M3 چی تاثیراتی را به وجود میاره این را ما شما میخوانیم، ولی اول ما شما روی M1 و M3 یک جا صحبت میکنیم چون عملکرد داخل حجرویش یکسان است تقریبا. عزیزان گرامی، اینجا فکر کنین شما یک دانه آخذه دارین، درست است، در سطح اینی حجره. اینی هم فکر کنین یک دانه چی است؟ یک دانه سیل هست، یکی از حجرات های بدن است. من اینجا نشته میکنم یک دانه سیل هست. اینجا شما یک دانه آخذه دارین، یا آخذه شما از نوع جی کپل پروتین ریسپتور هست که دارای 7 چاین در سطح غشا می باشه. 1 2 3 4 5 6 یا 7 دارای 7 چی می باشه؟ 7 چاین در سطح غشا می باشه که معمولا با یک پروتین جی یا آخذه چی است؟ در داخل حجره وصل است. عزیزان گرامی، یا آخذه در داخل حجره با یک پروتین به نام پروتین جی چی شده؟ وصل شده. این پروتین جی که است از 3 سب یونیت تشکیل شده، سب یونیت الفا، بیتا و گاما که من را بر شما اینجا نشته میکنم. سب یونیت چی است؟ سب یونیت الفا، سب یونیت بیتا و سب یونیت گاما. از این 3 سب یونیت چی شده؟ این تشکیل شده. خب همچنان در اینجا که است الفا یزی که است همیشه با یک مولکول دیگه به نام جی دی پی وصل است. درست است؟ جی دی پی این گوانوزین دایفاسفیت وصل است. هر گاهی که ما یک مقلد کولینرژیک چی از بیرون و یا هم در هنگام ضرورت، قسمی که شما میفهمید کولینرژیک یک سیستم رست اند دایجست است. وقتی که استایل کولین آزاد شد از بدن، مثلا فکر کنین استایل کولین آزاد شد اینجا آمد، اینی از چی باشه؟ اینی استایل کولین باشه، اسیتایل کولین باشه. بحثی ما گفتیم روی کدام آخذه است دکتر صاحب گرامی؟ روی M1 و M3 هست. M3 هست. وقتی که استایل کولین به اینی آخذه وصل شود، در نهایت باعث میشه که اینی جی دی پی تبدیل شود جایش به جی تی پی. در نتیجه الفا از بیتا و گاما جدا میشه و جی پروتین فعال میشه و این جی پروتین ما در M1 و M3 یعنی در گاستریک پریتال سل و در اگزوکراین مثلا بلیدر از نوع جی کیو هست. درست است؟ جی استیمولیتینگ هست. جی چی هست؟ جی کیو هست. پس بنابراین ما اینجا نشته میکنیم جی کیو. نوعیت ازی چی هست؟ نوعیت ازی از نوع جی کیو هست. جی کیو هست. جی کیو هرگاه فعال شد پیام تحریکی داره بر بدن، تحریک میکنه. اگر جی آی باشه اینهیبیت میکنه، جی اس هم باشه تحریک میکنه. این حالی که جی کیو فعال شد، وقتی که جی کیو باشه مثلا پیام تحریکی است، در نتیجه باعث میشه که جای جی دی پی با جی تی پی چه شود؟ عوض شود. وقتی که با جای جی دی پی جی تی پی اینجا چه شود؟ خوی مراحل زیاد داره، ما نمیخوایم زیاد مراحل چه قبلا صحبت کردیم. وقتی جای از تعویض شود باعث میشه که الفا از سب یونیت های بیتا و گاما جدا شود، در نتیجه اینی جی کیو فعال شود. اینی وقتی که فعال شد فوراً یک انزایم فعال میکنه به نام فاسفولیپاز سی. به نام چی است؟ به نام فاسفولیپاز سی. این در اینجا میمانیم عزیزان گرامی. ما شما میریم روی فاسفولیپید ها اندک صحبت میکنیم، برای روی فاسفولیپاز ها صحبت میکنیم، بعد بیم از اینجا کارمان ادامه میکنیم تا که شما گیج نشوید. خب عزیزان گرامی اینجا ما بر شما نشته میکنم امی خودی فاسفولیپید ها را. لیپید. عزیزان گرامی فاسفولیپید مثلا گلیسرولی 3 کربن چی شده؟ تشکیل شده. خب از یک گلیسرولی 3 کربن تشکیل شده
که در هر کربنی ازی باز یک دانه فری فتی اسید چی شده؟ در دو کربنی ازی فری فتی اسید وصل میشه و در کربن سومی ازی که است باز بیس و فسفت و مثلا اینوزیتول و چیزایی که است ما بر شما میگم. در کربن اول که است یک دانه فری فتی اسید وصل شده، ما را به نام فتی اسید یک میگیم. یک فتی اسید الف یا یک، درست است. در کربن دومی ازی هم که است فتی اسید A2 میگیم. فتی اسید چی است؟ A2 وصل شده. در اینی کربن سوم که است با جای فتی اسید که است اینجا چی وصل میشه؟ اینجا یک دانه فسفت وصل میشه، درست است. یک دانه فسفت وصل است. بعد از فسفت که است بیس است، درست است. و بعد از این همون موادی که در اینجا در بعضی از مثلا غشای حجروی فرق میکنه، میتونه اینوزیتول باشه، الکل باشه، میتونه که مثلا خود کولین باشه، اینی متفاوت است. پس بنان در اینجا ما میگیریم مثلا الکل، در اینجا چی باشه؟ الکل وصل است. خب بعدا صحبت میکنیم. اینال عزیزان گرامی این فسفولیپید است. به خاطر از اینکه عملکرد فسفولیپازی است که باید فسفولیپید تجزیه کنه. اینال در اینجا ما بر شما میگم کجای این فسفولیپید کدام کربنی از این گلایسرول تجزیه میکنه تا اینکه عملکرد خودش انجام بده. خب میایم روی فسفولیپاز صحبت میکنیم. فسفولیپاز انزایم هایی که وقتی که آز در آخر هر کلمه اومد انزایم هایی که فسفولیپید تجزیه میکنن. مثلا این انزایم ها که است میتونه مثلا فسفولیپید A1 باشه، A2 باشه، مثلا C باشه و D باشه. خب هرگاه اگر در اینجا بیاید گفته شود که فسفولیپاز A1 به این معنی است که این فسفولیپاز که است میره و اینی فتی اسید یک از اینی کربن چی میکنه؟ جدایش میکنه، درست است. این از اینی جدایش میکنه. اینا اگر گفته باشه که فسفولیپاز A2 به این معنی است که اینی فسفولیپاز A2 که است میایه مثلا فتی اسید A2 را از کربن دوم جدا میکنه. اگر گفته باشه که فسفولیپاز C، اینجا ما روی صحبت میکردیم، فسفولیپاز C چی میکنه؟ میایه اینمی فسفت بیس الکل کلش از اینجا همگیش یک جای جدا میکنه. ولی اگر دی باشه دیش که از باز فسفت جدا نمیکنه، فقط بیس از فسفت هر چی کی طرف است از اینجا جدایش میکنه. از اینجا چی میکنه؟ هر چی کی طرف است جدایش میکنه، درست است. اینالی حرف ما روی فسفولیپاز C است. فسفولیپاز C چی کار میکنه؟ فکر کنین استایلکولین بر شخص تجویز کردن، شخص مثلا استایلکولین آمد در یاخزه خود وصل شده، پیام تحریکی را وارد کرده. این فسفولیپاز که است در غشای حجروی باید بیاید اینجا فسفولیپید چی کنه؟ تجزیه کنه. پس ببینید در اینجا به جای الکل در اینجا ما چی داریم؟ ما اینوزیتول داریم. البته میتونه بیس باشه میتونه نباشه. ما در اینجا چی داریم؟ اینوزیتول داریم. اینوزیتول خودش دو دانه فسفت داره، درست است. و یک فسفت در اینجا میشه 3 فسفت. بنابراین ما شما اینجا میایم مال صحبت شما اینجا فهمیدین که فسفولیپاز ها چطور فسفولیپید ها را تجزیه میکنه. اینجا میایم ما شما کار ما را اینجا انجام میدیم. عزیزان گرامی اینی فسفولیپاز C که است میآید در سطح غشا. اینجا ما یک ماده داریم به نام PI و P2 فسفاتیدایل اینوزیتول بیس فسفت، درست است. دوباره میگم فسفاتیدایل اینوزیتول با بیس فسفت. اینی فسفولیپاز میآید اینی را چی میکنه؟ تجزیه میکنه به دو مواد. به چند مواد؟ به دو مواد. یک تا ازی است IP3 و یکی دیگه از یک است DAG است. DAG یا دایاسیل گلایسیرول است.
درست است. این آی پی سک است. وظیفه حال چی است؟ وظیفه چی است که ما در اینجا فکر کنین یک ارگانیل داریم در داخل حجره به نام چی است؟ به نام اندوپلازمیک ریتیکولم است. درست است؟ در سطح اندوپلازمیک ریتیکولم که است یک کانال وجود دارد و این کانال که است یک آخذه در سطحش دارد و نایگان گیلتون چینل وری است که اینمی میگه که وابسته به آی پی 3 است. کانالی که به آی پی 3 حساس است یا در مقابل آی پی 3 چی میشه؟ باز میشه. بنابراین عزیزان گرامی آی پی 3 چی میکنه؟ از اینجا مسیرش عبور میکنه، میاد در اینجا بالای وصل میشه. وقتی که وصل میشه در نهایت کانال باز میشه. وقتی که کانال باز میشه شما قسمی که میفهمین از فیزیولوژی در داخل اندوپلازمیک ریتیکولم که از مقدار زیادی کلسیم میباشه. این حالی کلسیم چی میشه؟ این کلسیم از اینجا بیرون میشه. وقتی که بیرون شد سویه کلسیم در داخل حجره زیاد میشه پس تخلصات و امو کانترکتیلیتی کانترکشن عضلات دیگه چی میشه؟ دیگه زیاد میشه دیگه. پس بنان اینی وظیفه‌ای بود که در استایلکولین سپرده شده بود و اینی قدر کار در داخل حجره انجام داد. ولی دای اسید گلایسرول چی میکنه؟ این میایه باز پروتئین کایناز ار فال میکنه. درست است؟ این میایه پروتئین کایناز سی را فال میکنه. پروتئین کایناز سی که است باز میره و زیادی از پروتئین های دیگر را فسفوریله میکنه، فعالش میکنه و باعث میشه که امی پیام و امی هدفی که به اینمی استایلکولین سپرده شده بود انجام شه. مثلا اگر در سیستم هاضمه باشه باعث میشه که در سیستم هاضمه موتیلیتی یا زیاد شوه و باعث شوه که سیستم هاضمه درست‌تر کار بکنه. درست است؟ اگر مثلا در اگزوکراین باشه، در اسموت مسل باشه، در بلیدر باشه، اونمو کانترکشن، اونمو فعالیتی که به سپرده شده اونمو چی میشه؟ انجام میشه. مثلا در حالت نورمال اگر استایلکولین بیا در آخذش و بلیدر وصل شه باعث میشه که یورینیشن راحت باشه، یعنی کانترکشن میکنه و عملیه یورینیشن با خوبی انجام میشه. یا باعث میشه که در اگزوکراین مثلا گلند که است باعث میشه که لعاب دهن سالبا این چیزا که است با خوبی و مثلا راحتی افراز شه و این نیاز است. پس بنان این بود عزیزان گرامی مربوط به M1 و M3. ما شما انشالله که درس ما از بخش M2 دوباره آغاز میکنیم و میبینیم که در M2 چه اتفاق میفته. خب عزیزان گرامی ما شما M1 و M3 را صحبت کردیم، حالا میخوایم روی M2 صحبت کنیم. یعنی وقتی که یک محرک یک استیمولی مانند استایلکولین بیاید روی حجرات قلبی مانند اس نوت سل، ای نوت سل اگر وصل شود در قلب چی اتفاق میفته؟ در حجرات قلبی چی کاری انجام میشه؟ اینا صحبت میکنیم. عزیزان گرامی فکر کنید که یک مثلا کاردیاک سل باشه، در اینجا نشته میکنم چی است؟ یک کاردیاک سل باشه یا کاردیاک سل باشه، حجرات قلبی باشه. وقتی که اسیتایلکولین بیاید روی این آخذه وصل شود، آخذه ای که من گفتم تمام M1 M2 M3 M4 M5 تمام مسکرینی که ما از نوع جی کپل پروتئین ریسپتور هست. ولی در قلب که از عزیزان گرامی باز اسیتایلکولین آخذه ای که داره جی ما از نوع آی می باشه، به خاطری که خاصیت اینهیبیتوری داره. قسمی که شما میفهمین پاراسیمپاتیک در مقابل سیمپاتیک است. وقتی که سیمپاتیک فعالیت قلب زیاد میکنه ما ایره از فیزیولوژی میفهمیم که مثلا پاراسیمپاتیک فعالیت قلب چی میکنه؟ کم میکنه، کاردیاک آوتپوت کم میشه، ای نوت مثلا ای نوت کاندکشن کم میشه، ای نوت کاندکشن کم میشه و باعث میشه که قلب آوتپوتش کم شوه و در نتیجه فشار هم پایین بیاد و هارت ریت هم ضعیف شوه، برید کاردیا را حتی به وجود بیاره. خب عزیزان گرامی این حال جی که در اینجا است از نوع جی آی است. درست است؟ به خاطر که اینجا هدف انهیبیتوری است یا مهاری است. از نوع جی آی است. بازم ما بر شما میگم جی ما همیشه 3 سب یونیت تشکیل شده، یکی الفا است، درست است، یکی الفا است و بیتا هست و همچنان گاما هست. همیشه الفا با جی دی پی وصل است. با چی وصل است؟ با جی دی پی وصل است. انگامی که یک استیموله یک محرک مانند استایلکولین بیا بشینه
در نتیجه باعث میشه که الفا از بیتا و گاما جدا شه و وقتی که جی دی پی پاک میشه یعنی حذف میشه و جایش جی تی پی چی میشه؟ وصل میشه. وقتی که با جی تی پی وصل شد یعنی فعال شد. وقتی که اینی فعال شد عزیزان گرامی، اینی فکر کنین استالکولین بر شخص های استالکولین آخوزه جیره چی کرد؟ فعال کرد. استالکولین فعال شد، در نتیجه اینجا که از وقتی که جی آی فعال شود جی آی میاد چی میکنه؟ میاد در سطح غشا. در سطح غشا ما در اینجا یک دانه انزایم داریم، درست است؟ یک دانه چی داریم؟ یک دانه انزایم داریم. به این شکل یک انزایم است. این انزایم که است به نام ادینایلیت سایکلیز یاد میشه، درست است؟ ادینایلیت سایکلیز یاد میشه. اینو من در اینجا نوشته میکنم. ادینایلیت سایکلیز یک انزایمی است که اینی را چی میکنه؟ این انزایم اینی مهارش میکنه. این انزایم در حالتی که اگر استالکولین نیا عمل کردش چطور است؟ این انزایم که است میایا ATP را تبدیل میکنه به چی؟ تبدیل میکنه به سیکلیک ادینوزین مونوفسفات. پس بنان در حالت عادی اگر استالکولین نباشه ادینال سایکلیز میاد سویه اینی را چی؟ این تحریک است. در حالت نرمال تحریک است سویه سیکلیک ادینوزین مونوفسفات هم زیاد میشه. وقتی که زیاد شد در نتیجه باعث میشه که پروتئین کایناز ایرا فعال کنه. پروتئین کایناز چی میکنه باز؟ این پروتئین کایناز ایرا فعال کنه. پروتئین کایناز یکی است میاد اینجا بعض از کانال ها هست اون چی میکنه؟ فسفوریلا میکنه. کانال های سدیم است که سدیم باز اینجا داخل میره. این حالی وقتی که استالکولین بالای آخذه خود بشینه در نهایت جی آی فعال شد. وقتی که جی آی فعال شد اینی انزایم مهارش میکنه. چی میکنه؟ اینی انزایم مهار میکنه. این انزایم که مهار شد این انزایم باعث میشه که بیاید سویه سیکلیک ادینوزین مونوفسفات این ساخته نشه و وقتی ساخته نشد سویهش چی میشه؟ سویهش کم میشه. این حالی وقتی که سویه ازی کم شد یا مکمل بند شدی در نتیجه باعث میشه که پروتئین کایناز ساخته نشه. وقتی که پروتئین کایناز ساخته نشد در نتیجه باعث میشه که یا سویه پروتئین کایناز کم میشه اما غشا فسفوریلا نمیشه. در نهایت باعث میشه که از اینجا دیگه اینال سدیم داخل آمده نتونه و در نهایت اینمی حجره چی میشه؟ هایپر پولارایز میشه و عملکرد خود انجام دادن نمیتونه. و همچنان نکته جالبی است که در اینجا در کتاب لیپینکارت گفته شده که مثلا اینی ساب یونیت بیتا و گاما قسمی که شما میفهمین وقتی که فعال شود جی آی یا جی پروتئین جی الفا همیشه از بیتا و گاما جدا میشه. ولی در سیستم قلبی که است اینی بیتا و گاما چی میکنه؟ بیتا و گاما که است خود از این راستن میاد اینجا ما بعضی از کانال های دیگر را داریم، درست است؟ این کانال ها باز به نام پتاسیم کانال هست. به نام چی هست؟ به نام پتاسیم کانال هست. پتاسیم چینل. اینال اینی میایه راستن چی میکنه؟ اینمی پتاسیم چینل فسفوریلا میکنه. یک فسفید رویش وصل میکنه ایره فسفوریلا میکنه که فسفوریلا شد که باز میشه. که باز شد شما میفهمین در حجرات قلبی پتاسیم خیلی مهم است و سویه پتاسیم همیشه در داخل حجره زیاد است، در بیرون حجره کم است. اینمی پتاسیم از داخل حجره بیرون میشه. این پتاسیم ها بیرون میشه. وقتی که بیرون شد معلوم است که داخل حجره منفی و منفی تر میشه. وقتی که استالکولین به این اتفاق میفته از یک طرف رفته اینی سیستم مهار کرد، از یک طرف آمده پتاسیم هم بیرون ساخته. وقتی که پتاسیم بیرون شد در نتیجه در اینجا حجرات هایپر پولارایزیشن میکنه. در نهایت هایپر پولارایز شد اما مثلا نگاتیو مثلا آینوتروپیک نگاتیو کرونوتروپیک آنامونا اتفاق میفته. پس اینجا اس ای نود و ای بی نود عملکردشان خیلی کند میشه و نمیتونه سیاله ها را درستر به مثلا به طرف ای بی نود بفرسته و ای بی نود نمیتونه که به طرف مثلا رایت یا هست بندل رایت و لیفت برنج بندل ها بفرسته. از اونجا با پروتئین سیل ها درست پیام نمیرسه. در نهایت باعث میشه که عملکرد قلب کم شد. وقتی کم شد هارت ریت کم میشه، کاردیاک اوتپوت کم میشه. اینا که کم شد در نتیجه فشار خون هم چی میشه؟ اندکی یا فشار خون پایین میشه دیگه. پس بنان عزیزان گرامی این بود از نوع M2 ریسپتور که در قلب ما شما
صحبت کردیم. حالا میریم روی نیکوتینیک ریسپتور صحبت. من گرامی عالمه ما شما روی نیکوتینیک ریسپتور صحبت میکنیم. مسکرینیک خلاص شد. نیکوتینیک ریسپتور. از آن گرامی من گفتم نیکوتینیک ریسپتور که است از نوع آیون لایگند گیتد آیون چینل هست، یعنی آیونوتروپیک می باشه. معمولا توسط یک کانال یک آخذه رو یک کانال وصل است که او وابسته به یک لایگند می باشه. ما را به نام چی یاد میکنیم؟ را به نام آیون گیتد ببخشید لایگند گیتد آیون چینل هست. لایگند گیتد آیون چینل. لایگند گیتد آیون چینل هست. آیون چینل هست. خوب عزیزان گرامی، با این معنا است که مثلا فکر کنین که اینی یک دانه حجره بدن باشه، درست است؟ که یک حجره بدن باشه. در اینجا که است نیکوتینیک ریسپتور که است همیشه با یک کانال آیونی وصل است. اینی تو یک کانال آیونی وجود داره، همیشه با یک کانال آیونی وصل است و در سطح خود یک دانه اینی یک دانه آخذه یک دانه. وقتی که اسیتایل کلین بیاید روی اینی وصل شود، درست است؟ وقتی که وصل شود در نهایت اینی کانال باز میشه. این کانال که باز شد مثلا سدیم از بیرون داخل میره. وقتی که داخل رفت در نهایت داخل حجره چی میشه؟ دیپولارایز میشه. وقتی که دیپولارایز اما عملکردش انجام میده. درست است؟ اینی است نیکوتینیک ریسپتور عملکردش. ولی حالا میخوایم ببینیم که همین نیکوتینیک ریسپتور افینیتیش بیشتر به کدام ماده میباشه. افینیتی از این که هست تمایلی از اینی تمایل داره بیشتر به چی وصل شوه؟ برعکس از این است. اینی میره که برعکس کنین میشه نیکوتینیک ریسپتور. مثلا مسکرینیک در اینجا که است، مثلا ماده به نام مسکرین که است، بازی مسکرین کمترین چی را داره؟ کمترین اینی لاو افینیتی را داره که با اینی چی شوه؟ وصل شوه. با اینی چی شوه؟ وصل شوه. با اینی آخذه کمترین افینیتی را داره. اما اسیتایل کلین باز چطور است؟ اسیتایل کلین که از اینجا باز مدیریت است، دیگه زیاد تغییر نمی آید. بازم چی است؟ مدیریت است، یعنی متوسط است وصل شدنش. و شکل متوسط میتونه بیاید با چی شوه؟ وصل شوه. اما نیکوتین باز چی است؟ نیکوتین یک ماده است که من گفتم در تنباکو و در سیگریت و بعضی چیزها دیگه هم پیدا میشه. باز نیکوتین که است بازی های است، یعنی بالاترین تمایل داره که بیاید با آخذه خود در سطح حجرات چی شوه؟ وصل شوه. این از عزیزان گرامی برعکسی که شما اگر او را برعکس کنید میشه از نوع نیکوتینیک ریسپتور. خوب عزیزان گرامی، نیکوتینیک ریسپتور که است که این بس از 5 ساب یونیت تشکیل شده. از چند ساب یونیت تشکیل شده؟ من اینجا بر شما میگم از 5 ساب یونیت تشکیل شده. اگر ما شما اینی را ببینید یک چی باشه؟ یک نیکوتینیک ریسپتور باشه. مثلا یک نیکوتینیک ریسپتور باشه فکر کنین یک کانال است، دیگه شبیه یک کانال است. نیکوتینیک ریسپتوری ما با این کانال وصل است. خب عزیزان گرامی، نیکوتینیک ریسپتور از 5 ساب یونیت تشکیل شده. یک ساب یونیت الفا است، 2 دانه الفا است، درست است؟ 2 دانه الفا است، یک بیتا هست و یک گاما هست و یک دانه اپسیلون هست. یک دانه اپسیلون هم. و البته دلتا به جای اپسیلون هم بعضی اوقات قرار میگیره نسبت به سنین. پس بنابراین
ما میتونیم بگیم که نیکوتینیک ریسپتوری ما از چند ساب یونیت تشکیل شده؟ از 5 ساب یونیت تشکیل شده که معمولا 2 دانه الفا می باشه و 1 دانه هم بیتا می باشه، 1 دانه هم گاما می باشه و آخرش هم که از اپسیلون هست. اپسیلون یا هم میتونه که دلتا باشه. از اینیا دکتر صاحبای گرامی این تشکیل شده. حالا میایم روی موقعیت ازی که نیکوتینیک ریسپتور در کجا موقعیت داره. لوکیشن ازی که است عزیزان گرامی، لوکیشن ازی که است اینمی که است. اگر ما عمومی تقسیم کنیم میتونیم بگیم که این از نوع چی است؟ اینو ایم است، یعنی بین یک نیورون و یک عضله قرار داره. اگر ما دومش بگیم باز میتونه بین یک نیورون و نیورونی دیگه قرار داشته باشه، یعنی بین 2 نیورون. درست است در CNS. پس ببینید ما شما میایم میره عمومی تقسیم بندی میکنیم. مثلا نمبر 1 میتونه که لوکیشن ازی در نیورو ماسکولار جنکشن باشه. درست است؟ در کجا باشه؟ در عضلات یا در نیورو ماسکولار جنکشن باشه. در نیورو ماسکولار جنکشن باشه. درست است؟ میتونه که در گانگلیون ها باشه، در گانگلیا باشه. درست است؟ در گانگلیا باشه. میتونه که از آن گرامی ای در چی باشه؟ میتونه که در خود CNS باشه. همچنان میتونه ای در قسمت ادرینال میدولا باشه. در کجا باشه؟ در ادرینال میدولا باشه. در ادرینال میدولا چی شده؟ قرار داره. مثلا من ادرینال میدولا را اینجا بر شما میگم، دیگهش باز انشالله که در جریان درس یاد میگیریم. بسیار کوتاه میگم. فکر کنید که در بالای کلیه ما یک غده داریم به نام چی است؟ به نام غده فوق کلیه یا مگرامی. اینی ادرینال گلاند است که البته از 2 بخش که قشر است که میدولاش که در بالای خود کلیه قرار داره که به نام غده فوق کلیه یاد میشه. این ادرینال میدولا که است عزیزان گرامی در سطح خودش 1 دانه آخذه داره. این آخذه از یکی است از نوع نیکوتینیک از نوع نیوروماسکولار جنکشن هست. وقتی که امی خود کولینرژیک نیورون، فکر کنید وقتی کولینرژیک نیورون بیاید امپالس خود اینجا برسانه. امپالس کولینرژیک نیورون چی است؟ استایلکولین است. وقتی که استایلکولین بیاره در اینجا افراز کنه، این چی است؟ اسیتایلکولین است. استایلکولین افراز کنه، استایلکولین را تحریک میکنه، تنبیه میکنه. وقتی که تنبیه کرد از ادرینال میدولا چی میشه؟ اپینفرین 80%، اپینفرین و نوراپینفرین 20%. نوراپینفرین 20% چی میشه؟ ریلیز میشه و بعض از هورمونای دیگه هم اینجا ریلیز میشه. پس ببینن اسیتایلکولین از که اپینفرین و نوراپینفرین از غده فوق کلیه چی میکنه؟ آزاد میسازه، یعنی از تحریک از اوی آزاد میشه. خب عزیزان گرامی این بود از مبحثی کولینرژیک ریسپتور. صفحه ما را لایک و فالو بکنین تا که بتانین ویدیوهای بیشتری را بیننده باشین. ما هم نهایت تلاش خود میکنیم فارماکولوژی را تا آخر شب بر شما ویدیوهاش اپلود بکنیم. تا بعد خداوند یار و یاور.